به نام خدا، سلام. خوش اومدید به قسمت جدید ویدیوهای آموزشی بدون و بساز. امیدوارم حالتون خوب باشه و شاد باشید. قبل از شروع ویدیو لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید و لایک و کامنت انگلیسی فراموش نشه. همچنین اگر به ویدیوهای مراحل ساخت و تولید و ایده های مهندسی علاقه دارید، پیج اینستاگرام ما رو با آیدی بدون و بساز فالو کنید. ویدیوهای مراحل ساختی رو که داخل پیجمون گذاشتیم رو به صورت کاملتر و با توضیحات بیشتر میتونید توی کانال تلگراممون ببینید. خب بریم سر اصل مطلب. موضوع این ویدیو اینه که چرا استیل ها زنگ نمیزنن. همین اول کار اینو بگم که این تیتر کاملا اشتباهه و یک جمله عامیانه است. جلوتر که بریم اینو متوجه خواهید شد. به صورت عامیانه واژه استیل به استیل های ضد زنگ یا استینلس استیل ها اطلاق میشه. خود کلمه استیل به زبان لاتین به معنای فولاده، اما در کشور ما کلمه استیل به فولادهای ضد زنگ یا استینلس استیل ها گفته میشه. خب اولین سوالی که پیش میاد اینه که استیل ضد زنگ چیه؟ استینلس استیل ها دسته خاصی از فولادها هستند که به خاطر وجود عناصر خاصی در ترکیب شیمیاییشون برخی از خواصشون مثل مقاومت به خوردگی، سختی، چغرمگی، استحکام و چند خاصیت دیگرشون بهبود پیدا کرده. به صورت کلی باید به این نکته اشاره کرد که یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده خواص فلزات نوع و درصد عناصر آلیاژی اونهاست. عناصر اصلی تشکیل دهنده استیل‌های ضد زنگ. از اونجایی که استینلس استیل‌ها دسته‌ای از فولادها هستند، پس وجود آهن و کربن در اونها اجتناب ناپذیره. وجود کربن در فولاد باعث افزایش استحکام و سختی فولاد میشه. اما همونطور که گفتیم این عناصر آلیاژی هستند که خواص جدیدی به فولادهای ساده کربنی دادند و اونها رو به استیل‌های ضد زنگ تبدیل کردند. اصلی ترین عناصر آلیاژی کروم و نیکل هستند و همین دو عنصر هستند که فولاد معمولی رو به فولاد ضد زنگ تبدیل می‌کنند. ساده ترین نوع استینلس استیل 304 که همون فولاد معمولیه به علاوه 18 الی 20% کروم و 8 الی 10% نیکل. عناصر آلیاژی دیگه‌ای که در استینلس استیل‌ها ممکنه وجود داشته باشه مولیبدن، منگنز، سیلیسیوم و حتی وانادیوم هستند. تاثیر این عناصر آلیاژی اونقدر مهمه که به طور مثال اگه 2% مولیبدن به استینلس استیل 304 اضافه کنیم به استینلس استیل 316 تبدیل میشه. استینلس استیل 304 در محیط‌های کلوردار کاملا مستعد خوردگیه، اما با همون 2% مولیبدن که بهش اضافه کردیم و به استینلس استیل 316 تبدیل شده، در محیط‌های کلوردار مثل آب دریا مقاومتشون به میزان قابل توجهی افزایش پیدا میکنه. به صورت کلی استینلس استیل‌ها بر اساس ساختار به 5 دسته مهم تقسیم میشن: استینلس استیل‌های آستنیتی، استینلس استیل‌های فریتی، استینلس استیل‌های مارتنزیتی، استینلس استیل‌های دوفازی و استینلس استیل‌های رسوب سختی. اولین دسته از استینلس استیل‌ها که می‌خوایم در موردشون صحبت کنیم استینلس استیل‌های آستنیتی هستند. استینلس استیل‌های آستنیتی پرکاربردترین استیل‌ها در صنعت هستند. شبکه کریستالی اینا از استیل‌ها FCC یا همون فیس سنتر کی. این دسته از استینلس استیل‌ها مقاومت بسیار بالایی در برابر خوردگی دارند، مخصوصاً در محیط‌های خورنده مثل محیط آب دریا یا محیط‌های با اسیدهای ضعیف. استینلس استیل‌های آستنیتی معمولاً غیر مغناطیسی هستند یا مغناطیسشون بسیار ضعیفه که اون هم بر اثر کارسردی به وجود میاد. رایج‌ترین گرید این استینلس استیل‌ها استینلس استیل‌های سری 300 هستند که معروف‌ترین اون استینلس استیل 304 و 316 است که در موردشون صحبت کردیم. این دسته از استیل‌ها انعطاف پذیری و شکل پذیری عالی دارند و میتونن به راحتی به شکل‌های پیچیده فرم داده بشن. به علاوه قابلیت جوش پذیریشون خوب و مقاومت عالی در برابر حرارت دارن. توی این اسلاید میکرو استراکچر استینلس استیل‌های آستنیتی هم براتون آوردیم که میتونید ببینید. دسته بعدی از فولادهای ضد زنگ فولادهای ضد زنگ فریتی هستند. شبکه کریستالی این دسته از استیل‌ها BCC یا همون بادی سنتر کیوبیک. این دسته از استینلس استیل‌ها مغناطیس هستند و مقاومت خوبی در برابر خوردگی دارند. همچنین شکل پذیریشون کمی نسبت به فولادهای آستنیتی پایین‌تره، اما قابلیت جوشکاری و ماشینکاری مناسبی دارند. گرید رایج این دسته از استینلس استیل‌ها استینلس استیل‌های سری 400. به طور مثال استینلس استیل گرید 430 مقاومت خوبی در برابر خوردگی در محیط‌های غیر خورنده و مقاومت حرارتی بالایی داره. به همین خاطر اغلب در صنایع خودروسازی و ساخت لوازم خانگی کاربرد داره. یا استینلس استیل 409 به دلیل مقاومت بالا در اکسیداسیون در سیستم اگزوز خودروها یا مبدل‌های حرارتی به کار میره. دسته سوم از فولادهای ضد زنگ فولادهای ضد زنگ مارتنزیتی هستند. فولادهای ضد زنگ مارتنزیتی در اثر خنک کردن سریع یا کوئنج کردن ساخته میشن. شبکه کریستالی این دسته از استیل‌ها BCT یا همون بادی سنتر
متر تتراگونال. این دسته از استنلس استیل ها مغناطیس هستند و سختی، استحکام، مقاومت در برابر سایش و ضربه بالایی دارند، اما مقاومت به خوردگیشون کمی نسبت به فولادهای آستنیتی و فریتی پایین‌تره. بعضی از استنلس استیل‌های گرید 400 ساختارشون مارتنزیته، مثل استنلس استیل 410 که سختی بالایی داره و مناسب برای ابزارهای برشی، تیغه‌ها و قطعات صنعتیه، یا استنلس استیل 420 که سخت‌تر از استنلس استیل 410 و برای لوازم پزشکی مثل تیغه‌های جراحی استفاده میشه. دسته چهارمی از استنلس استیل‌ها که می‌خوایم در موردشون صحبت کنیم، استنلس استیل‌های داپلکس یا دوفازی هستند. همونطور که از اسمشون مشخصه، ساختار این نوع از استنلس استیل‌ها دوگان است، یعنی مقدارشون فریته و مقدارشون آستنیته که به طور تقریبی 50-50 هستند. استنلس استیل‌های داپلکس ترکیبی از خواص آستنیت و فریت رو دارند، مثل استحکام بالا، شکل‌پذیری و مقاومت عالی در برابر خوردگی، به ویژه در محیط‌های کلوری. یک خاصیت خوب دیگه که دارن مقاومتشون در برابر ترک‌های ناشی از اعمال تنش در محیط‌های حاوی کلوره. گرید رایج این استنلس استیل‌ها استنلس استیل 2205 که مناسب برای استفاده در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی به خاطر مقاومت بالا به خوردگی، یا مثلا استنلس استیل 2507 که بهشون سوپر داپلکس هم گفته میشه. این گرید از استنلس استیل‌ها نسبت به استنلس استیل‌های 2205 در محیط‌های دریایی مقاوم‌تر هستند. استنلس استیل‌های داپلکس حاوی 19 تا 28% کروم، 5 تا 8% نیکل و مقادیر بسیار کمی مولیبدن و نیتروژن هستند. این نوع از استنلس استیل ها مقاومت بالایی در برابر ترک خوردگی ناشی از خوردگی تنشی یا SCC دارند. آخرین نوع از استنلس استیل ها استنلس استیل های رسوب سختیه یا Precipitation Hardening Stainless Steel. این نوع از استنلس استیل ها با افزودن عناصر خاصی مثل مس، نیوبیوم یا آلومینیوم تولید میشن و قابلیت سختکاری از طریق عملیات حرارتی رو دارند. خواص این دسته از استنلس استیل ها مشابه استنلس استیل های آستنیتیه، اما با قابلیت سختی بیشتر. ساختار این دسته از استنلس استیل ها ترکیبی از آستنیت، مارتنزیت و فاز رسوبی هستند که با عملیات حرارتی رسوب سختی تقویت میشن. استحکام و سختی این دسته از استنلس استیل ها بسیار بالاست و در کنار اون مقاومت به خوردگی خوبی دارن. مقاومت به خوردگیشون بهتر از استنلس استیل های مارتنزیتیه و مشابه با استنلس استیل های داپلکسه. همچنین قابلیت استفاده در دمای بالا و خاصیت ماشینکاری خوبی هم دارن. رایج‌ترین گرید این دسته از استیل ها استیل های 17-4 هستند که در صنایعی که به استحکام بالا و مقاومت به خوردگی خوبی نیاز دارند استفاده میشن، مثل صنعت هوافضا، قطعات دقیق مهندسی و توربین ها. خب رسیدیم به اسلاید خوردگی استیل های ضد زنگ. همونطور که گفتیم یکی از عناصر اصلی سازنده استنلس استیل ها کروم هست. کروم موجود در استنلس استیل با اکسیژن موجود در هوا واکنش میده و اکسید میشه. این لایه اکسید شده که در حد آنگستروم هست روی سطح استیل رو میپوشونه. ترکیب شیمیایی این لایه اکسیدی CR2O3 هست که یک لایه پسیوه، همچنین متراکم و غیر قابل نفوذه و روی سطح تشکیل میشه. وجود همین لایه نازک روی سطح استنلس استیل ها باعث شده که این فولادها در برابر خوردگی های یک نواخت مقاوم بشن. به صورت کلی به این نتیجه میخواستیم برسیم که این جمله که استیل ها زنگ نمیزنن اشتباهه. به صورت کلی میشه گفت که فولادهای ضد زنگ در اتمسفر و محیط‌های خورنده معمولی زنگ نمیزنند. به طور مثال در کوره‌های صنعتی که در دمای بالا کار میکنند و داخل اون محیط‌ها اکسیژن کمه، اگر لایه پسیوشون از بین بره به راحتی قابل ترمیم نیستن. چرا؟ چون میزان اکسیژن توی اون محیط کمه و به راحتی نمیتونه با کروم واکنش بده و اکسید کروم رو ایجاد کنه. به همین خاطر حتما باید از استیل‌های مقاوم به حرارت استفاده کنیم. مثلا استیل‌هایی که حاوی مولیبدن و نیکل بالا هستند. پس به صورت کلی میشه گفت که استیل ها زنگ نمیزنند، اما در شرایط خاص. میرسیم به آخرین اسلاید که در مورد کاربرد استیل های ضد زنگه. ما هر روز با استیل های ضد زنگ سر و کار داریم و ازشون استفاده میکنیم. همین چاقوهایی که در آشپزخونه ها استفاده میکنیم معمولا جنسشون از استیل های ضد زنگه و سینک ظرفشویی و درام ماشین لباسشویی هم جنسشون از استنلس استیله. استنلس استیلا در صنعت غذا و دارو هم بسیار زیاد استفاده میشن. همه مخازن ذخیره
مایعانات و حمل مایعانات مثل مخازن شیر باید جنسشون از استینلس استیل باشه. همچنین میکسرها و حتی میز کار هم باید جنسش از استینلس استیل باشه. در صنعت پزشکی هم جنس همه ابزارها باید از استینلس استیل باشه، از چاقو، تیغش و هر چیز دیگه که استفاده میشه. همچنین پلاتینی که داخل بدن استفاده میشه جنس اصلی اون استینلس استیله، اما حاوی درصد کمی از پلاتینه و به خاطر همین به پلاتین معروفه. در صنعت نفت و گاز هم که والو ها، پایپ ها، پرشر وسل ها و مخازن ذخیره هم ممکنه از استینلس استیل باشن. همچنین استینلس استیل ها در صنایع نظامی هم بسیار پرکاربرد هستن و استفاده میشن. به آخر این ویدیو رسیدیم. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید و لایک و کامنت فراموش نشه. امیدوارم این ویدیو براتون کاربردی بوده باشه. شاد، سلامت و موفق باشید.